در زندگی هر یک از ما آدم‌های مختلفی وارد می‌شوند که هر کدام تأثیرهای متفاوتی بر زندگی ما دارند. سلام، من علیرضام و با پارت سوم داستان نه آدمی در خدمت شما. در پارت‌های قبلی ما به تحلیل شخصیت یوزو پرداختیم و اکنون می‌خواهیم به ادامه داستان بپردازیم و ببینیم که نویسنده چه نقش‌هایی برای یوزو داد. یوزو دوست جدیدی پیدا کرده بود. هرچند ماساو هوریکی بیشتر به یک دشمن و کلاهبردار برای یوزو شبیه بود. با دوست، یوزو هم هوریکی را به عنوان دوست قبول نداشت. ماساو برای او حکم همراهی در خوشگذرانی‌ها و گشت و گذار داشت. یوزو از گشت و گذار هراس داشت. او از خرید کردن می‌ترسید و همه اینها به این دلیل بود که او توانایی برقرار کردن ارتباط را نداشت و خجالت می‌کشید. اما ماساو نقطه مقابل یوزو بود. شاید اصلا نشود هوریکی را فردی خوب و سالم دانست، اما هوریکی در خوشگذرانی و خرید رقیبی نداشت. ماساو استعداد بسیاری در چانه زنی داشت و از هیچ چیز خجالت نمی‌کشید، حتی از انجام بدترین کارها. ماساو به یوزو رابطه با زنان را نیز آموخت. هوریکی یوزو را با گروهی مثلا انقلابی آشنا کرد. یوزو در جلسات نقش دلغکی را بازی می‌کرد. به این خاطر خیلی زود معروف شد. روزی در یکی از جلسات انجمن که یوزو نیز در آن حضور داشت، پلیس به جلسه حمله کرد و شروع به دستگیری افراد در جلسه کرد. یوزو موفق شد که از آن جلسه فرار کند، اما فردی او را تعقیب کرد. یوزو به باری در کوچه‌ای تاریک پناه. در آنجا یکی از خدمتکاران به یوزو برای مخفی شدن کمک کرد. نام این خانم زیبا تسونکو بود. اولین عشق واقعی یوزو. بعد از خروج از کافه، پلیس دوباره یوزو را پیدا کرد و یوزو دوباره با کمک تسونکو فرار کرد. کمی بعد یوزو برگشت و تسونکو را خونی و کتک خورده بر روی زمین پیدا کرد. این آغاز عشق و زخمی بدن یوزو. تسونکو نیز فردی شکسته و بیچاره بود. او متأهل بود و همسرش به جرم کلاهبرداری در زندان بود. تسونکو هر روز برای دیدن او میرفت، اما از فردا قرار نیست دیگر به دیدن او برود. دیدار این دو آدم افسرده جرقه تفکری را در ذهن آنها روشن کرد. پایان دادن به بدبختی‌ها و رنج‌هایشان در این دوران. آن روز آنها از یک ناهارفروشی غذا خریدند و با قطار به طرف دریای کاماکورا حرکت کردند. لب دریا تسونکو کمربندی که به امانت گرفته بود را باز کرد. آنها با هم به درون دریا پریدند. این اولین تجربه واقعی یوزو از خودکشی و نزدیک شدن به مرگ. تسونکو زندگیش را از دست داد و آزاد شد، ولی یوزو نتوانست از بند و زنجیر این دنیا آزاد شد. امیدوارم از داستان تا الان لذت برده باشید. لایک، ساب، کامنت و شیر یادتون نره و زنگوله را نیز برای پارت بعدی بزنید. به کانال من نیز سر زده و از ویدیوهای دیگه کانال نیز استفاده کنید. تا پارت بعدی، خداحافظ.